به کانال شگفتی‌های زنده خوش اومدید. میخوایم با هم یه سفر شگفت‌انگیز داشته باشیم و با هم موجودات و رازهایی رو ببینیم که شاید کمتر کسی دیده باشه. زمین هنوزم پر از رازهاییه که تازه داریم میفهمیمشون. فکر میکنید چقدر از موجودات زمین کشف شدن؟ تو همین چند سال اخیر دانشمندان موجوداتی رو پیدا کردن که انگار از فیلم‌های علمی تخیلی بیرون زدن. از کوسه سیاهی که توی تاریکی میدرخشه تا قورباغه‌ای که میتونی قلبشو ببینی که داره میتپه. داخل این ویدیو امروز میخوایم 6 تا موجود عجیب و شگفت‌انگیز رو با هم کشف کنیم. موجود اول کوسه فانوس نینجا. تو سال 2015 تو اعماق اقیانوس آرام، یعنی عمق 840 تا 1440 متری نزدیک مکزیک، دانشمندان یک کوسه عجیب پیدا کردن. یک کوسه کوچیک ولی در این حال بدنش کاملا سیاهه، مثل لباس نینجا. اما عجیب تر از این، میتونه توی تاریکی بدرخشه و یه نور آبی فام تولید کنه که هم استتار کنه، هم تومهاشو گول بزنه و سخت پوستان و مایای کوچیک رو به خودش جذب کنه و اونا رو شکار کنه. و کوسه هم که داریم اینجا در موردش صحبت میکنیم یه کوسه کوچیکه که بین 30 سانتی متر تا نیم متر طول داره، اما توی اون تاریکی مطلق اقیانوس یه چیز جالبه. خب از دل تاریکی اقیانوس بیایم بیرون، بریم سراغ یه موجود ریزتر ولی شفافتر، قورباغه شیشه‌ای. داخل جنگل‌های بارانی اکوادور و کاستاریکا دانشمندان موجودی کشف کردن که انگار روی حالت ایکس ری تنظیم شده. جالبه نه؟ وقتی از زیر نگاش کنی انگار بدنش از شیشه درست شده و اندام‌های داخلی بدنش، قلب، ریه‌هاش، حتی ضربان قلبش رو میتونی ببینی. برخلاف خیلی قورباغه‌ها هم نر از تخم‌ها مراقبت میکنه. رو تخم‌ها میمونه و با ترشح رطوبت و محافظت فیزیکی جلوی شکار شدن یا خشک شدنش رو میگیره. به خاطر همین لقب پدر شیشه‌ای رو هم بهش دادن. اندازش هم که همونطور که تو تصویر میبینید کوچیکه، حدود 2 تا 3 سانتی متره. ولی اگه فکر میکنید دیدن قلبه قورباغه عجیبه، صبر کنید تا یه مار خوشخط و خال ببینیم که تازه چند وقت پیش کشف شده. مار سیبون کانوپی. این مار سال 2023 کشف شد. تو جنگل‌های بارانی پاناما و کلمبیا زندگی میکنه. طر بدنش مثل نقاشی رنگارنگه، انگار طبیعت خواسته هنرش رو روی پوست این مار نشون بده که برای انسان هم بی خطر و غذای اصلیش بیشتر سخت پوستانی مثل حلزونه که برای شکارشون هم دندوناش تکامل پیدا کردن که باریک و خمیده شدن که بتونه حلزون رو از پوستش بیرون بکشه. این مار هم جزو خانواده اسنیل ایتینگ اسنیکسه، یعنی مارای حلزون خار، که اندازش هم بین 30 تا 40 سانتی متره، یعنی نسبتاً کوچیکه. و با اینکه تازه هم کشف شده ولی زیستگاهش در حال تخریب و احتمالاً آینده شکننده‌ای داره. خب از این مار باریک و رنگی میریم سراغ شکارچی سنگین وزن که ظاهر شبیه دایناسوراست. سال 2018 آفریقای مرکزی یه گونه تمساح معرفی شد که ظاهرش آدمو مستقیم میبره به دوران ما قبل تاریخ. زره استخوانی ضخیم روی بدنش مثل سپر کامل عمل میکنه، اما چیزی که خاصش میکنه همون پوزه دراز و باریکشه. پوزش خیلی دراز و باریکه که دقیقاً ساخته شده برای شکار ماهی که طولش هم معمولاً بین 3 تا 4 متره و از تمساح‌های نسبتاً بزرگ محسوب میشه. شکارش هم اینطوریه که مخفی کارانه داخل رودخونه‌های کم عمق جنگلی میچرخه و پوزه باریکش سریع حمله میکنه و یه ماهی شکار میکنه. و متاسفانه این گونه هم به خاطر تخریب جنگل و شکار بی‌رویه به شدت در خطر انقراضه. ولی دنیای عجیب همیشه درباره غول‌ها نیست. بعضی وقتا موجودات ریس هم با قیافشون همه رو شگفت زده میکنن، مثل مورچه فیدول دراگون یا مورچه پانکی هم بهش میگن
که پانکی یا همون پانک موهاک همون مدل مویه که موها رو تیغ تیغی میکنن رو به بالا و نام علمیش هم فیدول دراگونه. سال 2016 تو جنگل‌های بارانی مه گرفته پاپوآگینه نو محققا انواع عجیب مورچه‌ای رو کشف میکنن که با کمربند تیغدارش دقیقاً یاد اژدهای گیم آف ترونز افتادن و اسم این جانور باحال رو گذاشتن فیدول دراگون، مثل یکی از اژدهای دنریس. حالا با مزه ترش اینه که فهمیدن اون خارا فقط تزئینی هم نیستن، داخلشون عضلاتی هستن که سر این مورچه پهلوون و سنگین رو نگه داره، مثل میلچه مینیاتوری. و اما بریم سراغ آخرین موجود این لیست، یه گل. بله درسته، یه گل، اما نه هر گلی، گلی که شبیه روح وسط هوا معلقه. ارکیده ارواح. ارکیده ارواح این گل کمیاب بیشتر تو مردابای فلوریدا و کارائیب دیده میشه. ظاهرش طوریه که انگار یه روح سفید وسط هوا شناوره. سالا فکر میکردن منقرض شده، اما دوباره نمونهاش پیدا شد. به همین دلیله که بهش میگن روح جنگل. یه موجود گیاهی اما به طرز عجیبی ترسناکتر از خیلی حیونا. تصویرش هم که خودتون مشاهده میکنید، شبیه یه روح قشنگ. خب از کوسه‌های نینجا گرفته تا قورباغه‌های شیشه‌ای و تمساح نوک‌دراز و غیره، زمین همیشه پر از رازهاییه که تازه داریم کشفشون میکنیم. حالا شما بگید کدوم یک از این موجودات رو بیشتر دوست داشتید؟ توی کامنت برامون بنویسید و اگه از این سفر عجیب خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه، چون قسمت‌های بعدی هم پر از موجودات باحاله. تا ویدیوی بعدی کنجکاو بمونید.